علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال کردن که اگر کسی بعضی از دعاها و یا اذکار یا آیات قرآن کریم را برای کدام مریضی مثلا خاص بکند، مثلا بگوید که سوره مبارکه کوثر برای سردرد خوب است، یا مثلا فلان سوره برای دلدرد مثلا خوب است، امثال او، آیا این کار درست است یا درست نیست، در حالی که هیچ دلیلی ندارد؟ این مسئله من با چند بار دیگه هم از من سوال شده و توضیح دادم که مسئله دعاخوانی با مسئله عبادت فرق میکنه. ما یکی عبادت داریم، یکی کارهای غیر عبادتی داریم. در عبادات باید حتما دلیل از رسول الله صلی الله علیه و آله داشته باشیم. مثلا اگر کسی بگوید سوره کوثر را 100 مرتبه بخوانیم این چنین ثوابی دارد، این باید دلیل از حدیث داشته باشد. اگر از پیش خود گفت بدعت درست کرده. اما اگر این در عبادات نبود، بحث ثواب نبود، بحث دعاخوانی بود، بحث علاج مرض بود، این اکثریت علما به این نظرن که این مسئله تجربه است و اساس تجربه است، نیاز به نسخ ندارد، توقیفی نیست. در این رابطه رساله هم نوشته شده به دلیل حدیث صحیح مسلم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک. دم و چوب ها اشکالی ندارد تا وقتی در آن شرک نباشد. پس تا وقتی که دم و چوب شرک نبود، حتی اگر از قرآن هم نباشد اشکال ندارد. و در اینجا فقط یک شرط است در دعاخوانی، همین که کلمه شرکی نباشد. دیگه ای که هر دعایی برای هر مرضی میخوانیم اختیار داریم، اشکال ندارد، تجربه است. حالا یک نفر تجربه کرده که سوره کوثر برای سردرد خوب است، خب اشکال نداره. اگر این میخوانه هیچ مشکلی نیست و اگر گفته که این سوره رو بخوانیم مفید است، خوبه، تجربه است. شاید درست باشه، شاید هم غلط باشه. این به دین نسبت نکنیم، دینی نیستی، این تجربه است و اساس تجربه ای کار صورت گرفته. به دلیل همون حدیث صحیح مسلم و قول صحیح تر هم در نزد علما همین است.